سلام، من رقیه هستم. این ویدیو آموزش دامن چیندار به روش حجمی خواهد بود. در این ویدیو از بهترین نکات و ترفندها برای دوخت دامن چیندار استفاده خواهیم کرد. استفاده از چین در لباس به دوران باستانی برمیگردد. در فرهنگ‌های مختلف از جمله مصری‌ها، یونانی‌ها، رومی‌ها از چین برای ایجاد در زیبایی و تزیین در پوشاک استفاده می‌کردند و در قرن 18 و 19 محبوبیت بیشتری پیدا کرده. ادامه ویدیو با من همراه باشید. و اما اهمیت این تکنیکمون چیه؟ اول اینکه طرح‌های پیچیده‌تری رو با چین‌های گسترده انجام میدن. دوم اینکه چین‌ها جلوه‌ای زنانه دارن. آماده کردن پارچه جلو و پشت. روی خط مرکزی جلو برای تیکه‌های جلو و پشت قد دامن رو به اندازه مورد نظرمون اندازه زده و 10 سانتیمتر آن اضافه میکنیم. سپس پارچه رو قیچی میکنیم به عرض 150 سانتیمتر. لبه های پارچه را از وسط تا کرده و از وسط قیچی میکنیم. خط مرکزی رو برای تیکه جلو به فاصله 2.5 سانتیمتر از لبه پارچه رسم میکنیم و آن را به داخل تا میکنیم. از لبه پارچه 25 سانتیمتر پایین اومده این خط افقی رسم می‌کنیم. خط پهلو رو به فاصله 5 سانتیمتر از لبه پارچه موازی با خط مرکزی جلو رسم کنیم. قسمت پشتم مثل قسمت جلو اجرا میکنیم. با طرح‌خیاطی یا با دست پارچه را از روی خط افقی رسم شده می‌دوزیم و چین میدیم، هم قسمت جلو هم قسمت پشت رو. دو خط پهلو رو با سنجاق به هم وصل می‌کنیم.
خط مرکزی کشیده شده رو پارچه را به خط مرکزی روی مانکن سنجاق میکنیم. خط باسن روی پارچه و روی مانکن رو بر هم منطبق میکنیم و سنجاق میزنیم. پارچه چین خورده را به آرامی روی خط باسن پخش میکنیم. دو تیکه پارچه را از قسمت کمر با یک تیکه نوار به هم وصل میکنیم و آرامی چین ها را به طور یک نواح روی خط کمر پخش میکنیم. قسمت دوخته شده با چرخ خیاطی رو میشکافیم. دقت و درستی کار را بازبینی کرده و اصلاحات لازم را انجام میدهیم. در جلسه بعد آموزش دامن کلاش رو خواهیم داشت. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد خدا نگهدارتون.